بگو بیاد تو. همیشه عینک میزنی؟ نه همیشه. من گفتم عینکتون رو برداریم؟ بله. ببخشید. نه. میدونید که مرحله آخر ارزیابیتونه. چه ویژگی داره که فکر میکنید میتونین اینجا استخدام شید؟ خب فکر میکنم طرحی که ارائه دادم میتونه یعنی تاثیرگذاریش. آره آقا. این مال کیه؟ آقا نرسیدم دم کنم. ببرش. تازه دمشه براتون میارم. بفهم. بله. به جزئیات اهمیت میدم. نظم و انضباط برام مهمه. دستمون کسی که اجازه تمیز میکنی؟ آقا درستش میکنم. چقدر زمان میبری برسی اینجا؟ حدوداً 1 چیکار میکنی عزیز من؟